عهده‌داری‌های دوجانبه. دل خیرخواه تقدیم میکند. برنامه برای اهل عائله. تو برای من عزیزی. دو نفره که مقصد و هدف‌های زندگی خود را به هم پیوستند، خصلت‌های گوناگون و عهده‌داری‌های خود را دارند. هر نفر عهده‌داری‌های خود را دارد، ولی زن نباید مثل حیوانی طوق زده از روی مقدار کاری که وی انجام می‌دهد بها داده شود. زن همچون زوجه و همسر شوهر عاقل خود باید گل سر سبد و افتخار عائله باشد. شوهر باید زوجه خود را دوست دارد و حفظ و احتیاط کند. شوهر باید طوری رفتار کند تا زوجه‌اش درک نماید که وی به زحمت او بهای سزاوار می‌دهد. زن را لازم است شوهر خود را احترام نماید. وی باید سر هر قدم از خود سوال کند: آیا رفتار من به نمونه‌ای که زوجه حقیقی نشان می‌دهد موافقت می‌کند؟ بگذار هر نفر با مهربانی گذشت کند. زن و شوهر در حیات عائلوی بعضن مثل کودکان بی انتظام و یک رو سرکش عمل میکنند. شوهر در گپ خود ایستادگی میکند و زن در فکری خود به هیچ کس گذشت کردن نمیخواهد. چون این حالت میتواند سبب بدبختی بزرگ گردد. زن و شوهر باید برای به اصولها و فکرهای همدیگر راضی شدن آماده باشند. عائله نمیتواند خوشبخت باشد تا دمی که هر کدام در فکر خود ایستادگی میکند. حل مشکل‌های عائلوی حتی در موردی که زن و شوهر کوشش میکنند وظیفه خود را با شرفانه و عادلانه به جا آورند، کار سهل و آسان نیست اگر آنها قلب‌های خود را فروتن نساخته باشند. چطور زن و شوهر میتوانند یک مقصد و یک مرام داشته باشند؟ در صورتی که هر کدام موقع خود را استوارانه و خودپرستانه حفظ میکند. آنها را لازم است مقصد و هدفهای خود را در همه مسئله‌های عائلوی متحد سازند و زن اگر وی عاقل باشد همچون همسری با وفا شوهر خود را دستگیری و طرفداری میکند، زیرا شوهر باید سرور عائله باشد. مصلحت به عائله‌هایی که در آنها اختلاف فکرها وجود دارد. شما سری مسئله به طور باید و شاید اندیشه نرانده موقع خود را اشغال نمودید و به نظر نمیگیرید که فکر شما چگونه واکنش را میتواند به میان بیارد، بلکه آن را خودسرانه به دیگران بار میکنید، هرچند میدانید که زوجه یا شوهر شما نقطه نظر دیگر دارد. به جای به فکر زوجه شوهر خود احترام نشان دادن و با نرمی و مهربانی آنچنان که شایسته انسان عاقل است از مسئله هایی که سر آنها میان شما اختلاف پیدا شده است دوری جویید، شما موضوعهای نافارم و نامطلوب را به بحث میکشید و در فکر خود یک روی کرده اندیشه همسر خود را به نظر نمیگیرید. شما فکر میکنید که دیگران حق ندارند مسئله ها را به طور دیگر شرح و توضیح دهند. همه آن چیزی که میتواند آسایش و یگانگی عائله را تیره گرداند باید قطعاً فرو نشانده و به جای این نیکی و محبت ظاهر کرده شود. آن نفری که شفقت و مهربانی، صبر و تحمل و محبت نشان می‌دهد، به خلاصه می‌آید که همه این به وی برمیگردد.